در ماه شوال و آخرین دهه آن قرار گرفته ایم. نعمت بزرگی را داشتیم 20 روز قبل، یعنی نعمت رمضان. الله تعالی رمضان ما را قبول و مقبول بگرداند. در خصوص رمضان فضیلت بیان شده، بنده فقط به یک نکته بعدم تاکید شده ولی تاکید میکنم که تحصیل یک چیز آسان است و اگر سخت است هم، ولی به هر حال حالا که حاصل شد نعمت رسید. در رمضان دستاوردهایی داشتیم، نعمت خشوع خضوع، نعمت تلاوت، نورانیت، معنویت، روح مقامات روحانی روحی، ارتقاء درجات، بخشش گناهان، قبولیت دعاها، افزایش معنویت خیلی صورت گرفته. الحمدلله مسلمانان بهرش مند شدند. تحصیل یک چیز حالا مشکلی آسان ولی صورت گرفته. الحمدلله نگهداری و تحفیظ اون چیز خیلی مشکل تره. یکی تحفیظه یکی تحصیله. یعنی تحفیظ منظور حفاظتش بکنیم، رمضان را حفاظت کنیم، دستاوردهای رمضان را حفاظت کنیم، نوری حاصل شده تبدیل به تاریکی نشه، معنویتیش حاصل شده از بین نرود، رابطه‌ای با الله برقرار شده اون رابطه دوباره از هم گسسته نشود، درجه‌ای بالا رفته این درجه پایین نیاید. برای این چیکار بکنیم؟ رابطه ما پنجگانه با مسجد باشه. دو، رابطه ما با قرآن مجید مستحکم باشه، قرآن مهجور نشه. 2-3 روز پیش عزیزی را دیدم، همین امسال همینجا 2-3 روز پیش دیدم، گفت که من تصمیم گرفتم دیگه مسلمان واقعی بشم، دانشجو هم هستم. من قبلا فقط کمی قرآن تو رمضان میخوندم ولی تصمیم گرفتم که بعد از این رمضان همیشه با قرآن مرتبط باشم، ارتباط داشته باشم. گفتیم بارکالله، راه تحفیظش حفاظتش همینه. حاصل کردی حفاظت بکن. پرنده شکار کردی سوس گرفتی دوباره میپره دیگه. رفتی پیش دکتر پرهیز کردی، دارو خوردی، علاج کردی، بیماری رفت شد، دوباره بعد پرهیزی شروع کنی، دوباره بیماری عاد میکنه. نگه بدار، زحمت کشیدی، مراقبت کن. پس با نماز، با مسجد، با قرآن، با مجالست نیکان، در مجلس‌های خوب باشیم. هفته‌ای حتما در یک جلسه علاوه از جمعه که فرضه و ما حضور میابیم و دیر میرسیم یا زود، یه جلسه قرآنی. حضرت اینجا درس قرآن دارن، حداقل نفس را ملزم کنیم یک هفته تو یک جلسه اصلاحی خالص دینی شرکت کنیم، جهت اصلاح نفس. 4 روزهای فرضی که نمیتونیم بگیریم ولی روزهای نفلی هفته‌ای 2 روز، یعنی پنجشنبه، دوشنبه و ماهی 3 روز 20 ایام 20 13 14 15 این روزه بگیریم تا یک مناسبتی با اون روزا باشه، خاطره رمضان احیا میشه، زنده میشه. چند تا شد؟ 4 تا شد. آره حساب کنه
پنج دعا کنیم یا الله نعمت به ما داده بودی، ما قدرت نداریم کاری نکنیم گناهی بکنیم که از بین بره، دعا کنیم و از گناهان پرهیز کنیم. انشاءالله به هر درجه ای که رسیدی سال آینده دوباره از اونجا شروع میشه. طوری نشد که دیواری را درست کردیم دوباره بشکنیم سال آینده دوباره از سر شروع بکنیم یا پایین ترش کنیم. این نباشه، این نادانیه. درودی میخونیم اللهم صل و سلم و بارک علی محمد و آل محمد. این چند تا نکته بود برای حفاظت دستاوردهای رمضان گذشته که انشاءالله خودمون عمل میکنیم و به دیگران هم توصیه بکنیم انشاءالله. اما مطلبی که امروز سروران عزیز در نظر هست، لا قوة الا بالله، آیتی هم خوندیم و حدیث ابو درداء را، حدیث را آیه اینه که فاتقوا الله سوره آل عمران یک آیه بود و یک قطعی از آیه از سوره انفال بود. آیه انفال اینجوری میگوید فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از الله بترسید، از الله پروا کنید که ربتان است، مالکتان است، همه چیز را میداند، میبیند، بر شما نظر دارد و بر اعمال شما الله ناظره. بصیر سمیع خبیر علیمه. فاتقوا الله، حساب ببرید، پروا بدارید، حیا کنید. بعضی ترجمه کردن خوف الله را، عظمت الله را در دل بیاورید و مقتضایش اینه که فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، بین خودتون اصلاح کنید، رابطه یک دیگر را درست کنید، رابطه اخوت را، رابطه محبت را برقرار کنید، اتحاد و اتفاقتان را حفظ کنید، رابطه خویشاوندی، رابطه همسایگی، رابطه دوستی و مودت این را محافظت کنید. و اصلحوا فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. اما حدیث و فرمود اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان دارید به حرف الله و رسول گوش کنید، اطاعت کنید، عمل کنید. اگر واقعا شما مؤمنید، ادعا کافی نیست، گواه بیاورید، گواه عمل شما، گواه اخلاق شما، گواه رفتار شما، گواه عبادت شما. ولی اینجا یه نکته، یک مسئله هم بگیم. یک نکته این که نماز درجش بالا بعد از ایمان، منظور نمازهای نفلی، روزهای نفلی، صدقه های نفلی، زکات که فرضه. ولی بعدی مردم هستند که ماشاءالله میگه اینقدر این نفل میخونه، سبحان الله. میگن امام ابو یوسف 200 رکعت نفل میخونده، به بارک الله. حالا هم هستن در امت افرادی که خدا بدونه چقدر میخونن، روزه پشت سر روزه میگیرن، صدقه میکنن، مدرسه میسازن، خرج میکنن، مسجد، صدقه، خیرات. ولی حضرت رسول فرمود که یک چیز از همه اینها برتره. بگم به شما چرا اینجوری فرمود؟ حضرت میخواست که طلب در امت به وجود بیاید، در شنوندگان. علامه عثمانی جمله جالبی دارد که هر قدر سخن مهمی باشه اگر شما توجه نکنید، شما با نیازمندی گوش نکنید، اثر نداره. بس شده ما یک نکته مهمی گفتیم، حدیثی آیه خوندیم، آقا داره با موبایلش بازی میکنه، آقا داره تلفن جواب میده، فهمیدیم که حرف اثر نکرد. به همین خاطر روز جمعه که میاد دیگه موبایلتون رو خاموش کنیم، تو مسجد موبایل رو خاموش کنیم، حرفا توجه کنیم. گویا ما هیچی، حضرت هم حرفی میده نمیبینیم، بعضی به خود مشغول هستن، گویا نشنیدن.
بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده در حق آنان است که گوش کنند و عمل کنند، پیروی کنند و تبعیت نمایند. نه اینکه با این گوش کنند و این گوش بیرون کنند اصلا توجه نکنند. حضرت خواست طلب بیارد در امت. گفتن بله یا رسول الله. حالا حضرت وقتی دید که اینا علاقمند شدن، طلب شد. اصل طلب تشنگیه، خود را محتاج دانستنه، خود را نیازمند دانستنه. ما هر کسی باشیم باید توجه بکنیم، گوش کنیم. حضرت رسول فرمود اصلاح ذات البین، آن چیزی که از صدقه درجه شما را بیشتر میکنه، از نمازهای نفلی، از تهجد هم بالاتر میکنه، آن اینه که رابطه بین خودتون را خوب کنید، صلح کنید، اصلاح کنید. اختلاف، دو دستگی، چند دستگی، این در میان خودتون ره ندهید. اصلاح ذات البین، دو تا برادرید، همسایه‌اید، فامیلید، شریکید، بزرگتر و کوچکترید، حتی حاکم و محکومید، راعی و رعیتید. اصلاح ذات البین. بعد فرمود و فساد و ذات البین، بدانید که فساد یعنی خرابی رابطه، اختلاف، دو دستگی. این حالی الحالقه، این حالقه. حالقه یعنی چی؟ حالقه میگویند به مستره یا تیغ تراشنده دین شما را برباد میکند، ایمان شما را ضرر و آسیب میرساند، زندگی شما بیکیف میشود. تجربه همین را میگوید عزیزان گرامی. کسانی که با هم اختلاف دارن چی میشه؟ یک غیبت میشه. دقت کرده اید یا نه؟ پشت سر یک دیگر لذت میبرند از بدگویی. حسادت به وجود میآید، بهتان و تهمت به یک دیگر میزنند، چهار یک دیگر را اذیت و آزار میرسانند، پنج از اذیت و آزار دیدن دیگران لذت میبرند. خوبه افتاد، خوبه تو خساره شد، خداش گرفت، حق من گرفت، اینجوری میگن. دعای بد میکنند علیه یک دیگر و از مصیبت یک دیگر شادان میشوند. دو تا برادرن، پسر عموین، حتی زن شوهرن. این رابطه ها خیلی مهمه. امروز میبینیم دنیای ما توش اتحاد نیست. در کشور اسلامی در بین حکام و رعیت هم نیست، بین خود رعیت هم نیست، بین حتی حکام هم نیست. ببینید در پاکستان چی میگذره، حالا ما اینجا چی میگذره شما بهتر میدونید خودتون. و هر حال ارتباط در میان فامیل ها، در میان همسایه ها، در میان همکاران، در میان دوستان، اخوت نعمته، مودت و محبت نعمته. خب یک وحدت سیاسیه که همیشه از اتحاد و اتفاق سخن میگوییم، ولی بنده اینجا فقط همین ارتباطات با همه میان خود ما، این چطوره به این سری بزنیم سروران عزیز. بدانیم که وقتی ما با هم باشیم، یک دیگر را دوست داشته باشیم، خیرخواه یک دیگر باشیم، دوستدار یک دیگر باشیم، اختلاف و جنگ و جدال و ستیز نداشته باشیم، نور در قلب ما میاد. این نور در دنیا هم خیر و برکت میارد، در آخرت دین و دنیای ما آباد میشوند. ولی وقتی اختلاف شد، دو دستگی شد، اختلاف شد، جنگ شد، ستیز شد، جدال شد، ظلمت میاد، تاریکی میاد، پریشانی میاد، نگرانی میاد، زندگی بیکیف میشه. انسان از خانواده لذت نمیبرد، از دوستان، از خویشاوندان، از زندگی مشترک خانوادگی، از فامیل ها، از همسایه ها. لذا اینه که بزرگان ما میگن اینو نگاه کنید که چه چیزی اختلاف را به وجود می آورد و چه چیزی است که وحدت را، اتفاق را به وجود می آورد. حوصله این وقتی باقی مانده نیست و نمیخوام بیان شما و حضرت شیخ حائل شما زیاد، ولی فهرستوار چند جمله عرض می کنم، شما اگر توجه کنید سروران عزیز و به دیگران هم برسانید. یک چیزی که اتحاد را به هم می زند، یکیش تکبر سروران عزیز. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، خود را شایسته تعظیم دانستن، خود را بزرگ پنداشتن. تکبر
زورگویی، جباریت، این خطرناکه. ضدش چیه؟ تواضعه. تواضع یعنی فروتنی، شکست نفسی. یاد کنیم کسی تکبر کنه الله او را پایین میزند. هر کسی هم باشه، حاکمی باشه، استانداری باشه، سرتاسر طایفه‌ای باشه، عالمی باشه، هر کسی باشه، ثروتمندی باشه، سرمایه‌داری، تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. متکبر منفوره، متکبر مطروده، متکبر در دلها جایگاهی ندارد. خودش میپندارد که من خیلی مطرحم، نه خیر. و ضدش تواضع، فروتنی، شکست نفسی. وعده الله است به زبان رسول الله: من تواضع لله رفعه الله. کسی که تواضع کند الله او را برتری میداد. دومین چیز که اتحاد می آورد ایثاره. ایثار یعنی از خود گذشتگی در اختلافات مالی، خانوادگی، از حق خود بگذاریم. قرآن تعریف میکند: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران را بر خود ترجیح میدن. شما برادر خود را بر خود ترجیح بدهید، پسر عمو را، پسر دایی را، خانواده را، فرد فامیل را، همسایه را. ایثار این ضدش چیه؟ خودخواهی، خودغرضی، خودستایی، خودبوینی، خودخوری، خودپسندی. این خطرناکه. همین خود آدم را بی خود می کند. سومین چیز عزیزان که اتحاد را به هم میزند عدم تحمل یکدیگر. با یک حرف از کوره بیرون میره، صبر نداره. صبر بکنیم، صبر و تحمل. و ضدش چیه؟ عدم تحمل. وقتی تحمل نکنند، وقتی شوهر و تحمل نکنه زن را، اخلاق زن را، زن تحمل نکنه شوهر را، چی میشه؟ اختلاف میشه، منجر به طلاق میشه. اونم چه طلاقای نفرت انگیزی، لعنت بر، یعنی طلاق چیز ملعونه، منفوریه. این طلاق خانواده در به در میشه. حالا بیا علما را پیدا کنند، حضرت شیخ را پیدا بکن. از کجا آمد؟ تحمل نکردن. بگذار هر بدنه شوهر، تو تحمل کن. خواهر هر بدنه برادر، تو تحمل کن. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی واقعی رو نوشته. یه زنی آمد و میگفت که پیش عالم میگفت که شوهر من خیلی تند زبانه، اصلا حوصله نداره، همین که میاد حرف شروع میکنه و چه فوشی که میده، چه ناسزایی که میگه، چه بد و بیرایی میگه. یه دعای دارویی برای من تجویز کن که من دمی تعویض چیزی بده که این آروم بشه. گفت بسیار خوب. یه بطری آب بیار. آبی را دم زد و الحمدلله. گفت اینو نگاه کن، تو هر وقتی که در زدن تو این ده تو دهن خود بگذار و اون وقت انشالله شوهرت زبانش بند میشه. این به دهنش میگوید، شوهر میامد دیگه نمیتونید هر بدن مطلبی چی آوردی، کجا بودی، دیر آمدی، نمیتونید چیزی بگه. خوب بزرگ تدبیر کرد دیگه. بعد از مدتی را گفت بله این تدبیر شما خیلی کارگر افتاده، شوهر من خیلی رام شده، نرم شده. حالا فقط تحمل لازمه، مخصوصا اگر دو زنن مقدر شده دیگه، سه تا هستن مقدر شده دیگه. تحمل کن همون را به خاطر الله. تو من فهرستوار عرض میکنم. چهارمین چیز عزیزان چیه که ریشه اختلافات؟ عدم شفافیت در معاملات. علامه محمد تقی عثمانی صاحب میگه پدر و پسر با هم شریکند، پسر نمیگوید که من شریکتم یا من کارمندتم. بچه دیگری میاد، حالا فردا میگه من اینقدر سرمایه گذاشتم، من اینقدر شب را روز کردم، حالا پدر من سهمیه بیشتر میخوام. پدر میگه همه مال منه، برادران میگه همه مال منه. گاهی میمیرند و شفاف نیست. در شفافیت در معاملات. بعضی از مردمان تخم دشمنی میکارن، حاجیان، مولویان، سرمایه‌دارن، پولدارن، چطوری شفافیت نمیکنن، از دنیا میروند، بعدی هایشون میجنگن، با هیچ دادگاهی هم قضاوت صورت نمیگیره. محضر حضرت شیخ میان، به دارالفتاهای مدارس مراجعه میکنن، میگن حل مشکله.
حل اختلاف هم مشکله. پرسیدم از مولانا بدری که اون مسئله حل شد که شما دنبالش بودید، فرمود نه، شخصیت باسوادیه، تخم کینه کاشته و رفته، الله مغفرتش کنه. چرا شفافیت نکرد؟ چرا قرارداد را ننوشت؟ چرا واضح نکرد؟ چرا اختلاف را گذاشت؟ عزیزی همینجا به من گفت طوری حسابا را صاف کردم اگر سر بر زمین بگذارم بچهای من هیچ ناراحت نمیشوند. عدم شفافیت. همین فرمودن تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، مانند برادر زندگی کنید، مانند بیگانه معامله کنید. و پنجمین چیز که اینه که عزیزان گرامی، میراث را تقسیم نمی کنند، ترکه را تقسیم نمی کنند. بعد هم برمیگرده به همون بعد اول که اگر کسی فوت کرد بگه میراث تقسیم بکنید، میگن آی بابا، میگویند که ما منتظر مرگش مگر بوده ایم؟ یا هنوز که کفنش به پاکستان میان کفن میلان نهی و یعنی هنوز کفنش چرکی لکه‌دار و چرکین نشده است، هنوز نپوسیده، یعنی الله تعالی رحم بکنه. ولی در صورتی که تقسیم میراث حکم الله، تقسیم ترکه حکم الله، مشخص بشه، اشیا مشخص بشه بین زن و شوهر، مهریه باید نوشته بشه، چیزهای مجهولی نشه. اگر این چیزها بشه سروران عزیز انشاءالله اختلافات از بین خواهند رفت. و آخر یکی سیر عرض بکنم و به پایان برسونم. مشهور میگن ابلیس بزرگ، شیطان بزرگ روزی تخت بر دریا زد و کارگزاری به قول تبلیغی کارگزاری میگیرد، گزارش میگیرد و گزارش بیارید. یکی آمد شیطانی گفت من امروز فردی را خوابوندم، دیشب بیدار نگه داشتم، نماز فجرش قضا شد. گفت بسیار خوب، نمره تو خوبه، عالیه، ولی زیاد تبریک نگفت. دیگری هم گفت یکی را من از روز من کردم، دیگری گفت من نمیدونم فلان کارا کردم، یکی را به غیبت وادار کردم. یکی آخرش یه شیطان ضعیفی آمد گفت من اختلافی به راه انداختم میان خاندانها، خانواده ها و غیره، من این کارا کردم، من ضعیف بودم نمیتونستم جلوی کار خیر بگیرم، این کارا کردم. گفت توی دوستان بیا بغلت کنم، بیا تو را به آغوش بگیرم، توی من تو را دوست دارم، تو جانشین اصلی من توی. بعضی از مردمان اختلاف درست میکنند میان برادران، پسرموها، فامیلها و سخنچینی میکنند و از این قبیل. سروران یدید اینها جانشینان شیطان هستند. لذا اگر چیزی شد ما عزیزان گرامی عرض کردیم که ایثار کنیم، تواضع کنیم، فروتنی کنیم. اگر تواضع بشه اشتباهی از ما سر زده، ما هر کی باشیم، استاد، عالم، حاکمه، هر کسی باشه، اگر اقرار به اشتباه خودش بکنه انشاءالله اون طرف پایین میاد، همه مسئله حل میشه. همین مسئله زاهدان، من نمیخوام که بحث زیاد شده، همین مسئله زاهدان، کسانی که مرتکب شدن، کسانی که فرمان دادن، اگر امروز هم بیاین بگن مردم ما اشتباه کردیم، از ما اشتباه شده، برادر ما بودید، با معذرت میخواهیم، از پایین گرفته تا بالا، از پایین از بالا تا پایین. امروز این مسائل حل خواهد شد انشاءالله، راه حل پیدا خواهد گشت. مسائل کوچکتر هم همینجوری. و آخر دعوانا الحمدلله.